میدان نقش جهان. میدان نقش جهان مجموعه عالی از هنر معماری اصفهان است که تا اواخر قرن 16 میلادی برابر با اوایل قرن 11 هجری قمری نه در ایران و نه در کشورهای دیگر هیچ مشابهی نداشته. این پدیده هنری تاریخی بی‌نظیر حاصل اندیشه خلاق و دستان توانای هنرمندان بزرگ عهد صفوی است که استاد علی اکبر اصفهانی و استاد محمد رضای اصفهانی پرچمدار هنرمندانش می باشند. با از رونق افتادن بازی چوگان کاربرد میدان تغییر پیدا کرد و بعد از دوره قاجار در دوره پهلوی اول ضمن مرمت‌هایی که بر روی میدان و ابنیه رو به ویرانی آن انجام شد، کف میدان تغییر فرم یافت و این حوض در سال 1311 پیریزی گشت. این سقف گنبدی ارتفاع طبقات اول و دوم را در طرفین پوشش می‌دهد. این فضا تقریباً 64 متر مربع مساحت و ارتفاع حدود 11 متر دارد. به جز معماری با شکوه فضا و طرح‌های زیبای اسلیمی نقش شده بر دیوارها، از ویژگی‌های این فضا می‌توان به خاصیت کنج‌ها اشاره کرد. با حضور در هر یک از کنج‌ها و ادا نمودن کلمه‌ای متوجه می‌شویم فردی که در کنج مقابل ما قرار گرفته صدای ما را بلند و واضح می‌شنود که این خاصیت آکوستیک در بدو ورود نظر بیننده را به خود جلب می‌نماید. مسجد امام یا مسجد شاه عباس در سال 1020 هجری قمری برای تکمیل طرح جامع میدان نقش جهان و انتقال مسجد جامع از بخش قدیمی شهر به مرکز جدید فرمان ساخت مسجد جامع عباسی را در منتهی علیه جنوبی میدان صادر کرد. این مسجد آخرین بنایی است که در میدان پی افکنده شد. از همین رو با آنکه آرایش و تزیینات سردر برای هماهنگی با کل میدان در سال 1025 هجری به اتمام رسیده، اما ساخت داخل مسجد تا سال 1040 ادامه داشت.